فانوس خانوم اوی بله اگر سوخته حاجی فیروز خجالت بکش ما قول دادی ساکت بایستا فانوس خانوم اوی بله ماچمده چیه؟ ماچمده چی خجالت بکش یه مرد حسابی اون بر شما حرامه بابا چاقو رو بدم چاقو رو باید چیکار میخوای سرشو ببری حلال بشه خجالت مبارک اگه اذیت کنی برای شما نمیگیرم میگیرم برای خودم اذیت نکن فانوس خانوم اوی بله برو بیرون بینید برو بیرون ها تو اینجا بذاری براتون نمیگیرمش فانوس خانوم اوی بله خجالت بکش اباحت داره فانوس خانوم برای شما شوهر پیدا کردم شوهر کی باشه؟ جناب مبارک خان سیاه پول اگدو کی میده بلش گومر پریده آقا دیگه این حرفا رو سرش نمیشه بابا جون این مبارک آدم نشون نیست نه عزیز من این مبارک پسر خوبی قلب صافی داره حالا نبین یه خورده شیطون شیطنت بابا جون من صداش کنم شما میخوای یه درس درست و حسابی بهش بدی تا چشش دنبال ناموس مردم نباشه بسیار خوب شما بایسته کنار من صداش کنم مبارک مبارکه چی؟ بله نگفتم شما باعث عروس خانوم رو کلون با شما حرف کنم مبارک یه بله نمیخواد شما اندازی آقا جون فاصله شرعی رو رعایت کن میخواد با حرف بزنه مبارک میگه من دوست دارم من عاشقتم میگه من که پول تو رو نمیخوام میگه تو بشین به تخت دامادی تا من آماده بشم بیام جونم مبارکباد بزن